ای بنده من تو چی خواستنت معین کن و برای چی خواستنت معین کن چی گونه به وی رسیدن من به تو کمک میکنم. یعنی چی خواستن ما چیه این مقصد ما برای چی خواستن ما چیه سببش و چی گونه به مقصد رسیدن یعنی چی گونه شما دیرکتور میشه لیدر میشه این خداوند خودش برای شما آدمای در کاری همش شما رو میبیاره. دلانی شما علی خداوند معین کرده فرمان دو دیده بود. بنده مقصدی که در ورق نوشته می شود وای مثل دعایی است که به صاحبش کار میکنه. فهمیدن؟ مقصد اساسی ما و شما باید در زندگی این با دست آوردن روزی خداوند میشه. برای چی؟ برای که خداوند از ما و شما راضی است وای ما و شما رو میتیاد زندگی ویچنی. بدونید همه ما و شما بعدی کنشتن. دا همه ما و شما سالمانی و الحمدلله همه ما و شما میدونید چی؟ این دنیا یک مکانی است که در آن همین دنیا ما و شما باید طور زندگی کنیم که دنیای آینده بعد یعنی خداوند ما و شما را جنت تیار. از جنت وای ویچنی است. اونجا با شما ویچنی همین خیلی یو شک میمونه. اونجا با چیزی که شما میخواید در همین مدت یعنی خواستگیتون پیدا میشود میخرید. تمام زیبایی‌های دنیا در جنت است. این دنیا برای چی امسال شما اگر عقیده باشید ممکن که بدبختان سوال داشته باشید. برای چی خداوند مسلمان این خیلی چی نمی‌کند. این خود را می‌کند همه را می‌تیاد. زیبایی‌های دنیا را بایگری دنیا را. می‌دانی برای چی؟ برای که دو رکعت سنت نماز بامداد از این دنیا و اون چیزی که در این دنیا هست در پیش خداوند بهتر می‌کنه. دو رکعت سنت نماز بامداد. این دنیا در پیش خداوند هیچ نیست. قدر ندارد. این دنیا را می‌دانید خداوند برای ما و شما چی داده است؟ ما هم دنیا گفتم برای شما فقط نمی‌گم که در این زیبایی دنیا گم کنید فقط این زیبایی دنیا بخورید. نه. اینا ببینید. این دنیای ما، این دنیای ویچنی. خداوند آدمایی که مقصد نداشته با دقت گوش کنید. ما و شما را به دنیا آوردگیه که اینا ببینید. از ما و شما مقصد مونده ما همه ما و شما مقصد مونده برای با مقصد رسیدن ما و شما را استرس را در کاره ها مثل آدم یافتن در کار بیزنس کردن در کار و فهمیدن در کار خداوند ما و شما در چی مقصد موندگیه مقصد ما و شما باید چی باشه جنت برای چی برای که در جنت ما چیکار بکنیم با دیدار خداوند میرسیم فهمیدید انا ببینید برای جنت در رسیدن خداوند ما و شما در چی رو بگیره این دنیا رو داده که الان این دنیا رو ما و شما چه کنیم استفاده بریم که وای ایمون چی شود روزی شود وقتی که وای ایمون روزی شد بعد وای باید چی میتید جنت میتید کی میخواد که روزی خداوند رو به دست بیاره بکشم همین روزه میسیره انا ببینید اول این اجرا کردن فرمانهای خداوند فرضهای خداوند اینا همه میدونن اینا من گام نمیزنم دیگه چیزش کوشش کنید مقصدهای رو که در آن چی باشد راضیگی خداوند باشد با این رو شما تیزتر به مقصد میرسید اگه ببینید ما و شما باید چه خیلی مقصد بودیم که در همین مقصدهای ما راضیگی خداوند را داخل شود در چی است راضیگی خداوند؟ در کمک و خدمت خداست یعنی وقتی که شما مقصد می‌کنید وقتی که شما سبب می‌نویسید حتما کوشش کنید که در سبباتون بسیارتر چه کنید نویسید که دیگران را کمک کردن فهمیدید بسیارتر طرف دخان رسش بسیارتر باشد چطور که خداوند شما را تیزتر یاردن کنه تیزتر کمک